سلام و یه مهمان خیلی خیلی عزیز دارم. دوست عزیزم دلنیا اینجا پیشمونه و خب اول خودتو معرفی کن دلنیا. خوشحالم که دعوت منو قبول کردی برای پادکست. مرسی که اینجایی. سلام عزیزم، سلام به همه کسایی که میبینن میشنون. هانیه مرسی از دعوتت. من دلنیا 23 ساله از خرم آباد و اینکه فکر کنم ما تقریبا 2.5 سالمون میشناسیم. خیلی وقت داریم دربارش حرف میزنیم که با هم یه پادکست بریم، یه ویدیو درست کنیم. امروز دیگه قسمت شد و منم اینجام. مرسی از دعوتت. مرسی که اومدی. خب دلنیا، میخوای درباره چه موضوعی هست که میخوای صحبت کنیم؟ پیشنهاد موضوع رو خودت دادی که گفتی که بیا اصلا هانیه درباره آدمای معمولی صحبت کنیم، چون خیلی چیزا میتونه فیک باشه، خیلی چیزا میتونه واقعی نباشه، خیلی چیزا آدما اون چیزایی که نشون میدن نیستن. بعد اون روزی که با هم حرف زدیم به نظر موضوع خیلی جالبی بود. چرا آدم معمولی اصلا؟ چی شد که این موضوع اول به ذهنت رسید؟ اصلا چیه که رزونیت میکنه باهات تو این موضوع؟ احساس میکنم از وقتی من و تو با هم دوستیم همیشه این صحبت‌ها رو داشتیم. فکر کنم من میتونم بگم اولین بچه‌ای که میشناسم که با هم حرف میزنیم تنها مبالغه دارم تنها تو کسی هستی که ما خیلی دیپ تاک داریم، درباره یه چیزی شروع میکنیم حرف میزنیم. آره و یهو میبینیم قرار همدیگه رو یه نیم ساعت یه ساعت ببینیم، یهو 3-4 ساعت داریم حرف میزنیم. دونه بعدش آره یهو میبینی سر از دونه چای یک قبل دونه بخوری. بعد قضیه این که ما خب فکر کنم درباره خیلی چیزا با هم حرف زدیم، درباره انگیزمون، درباره مهاجرتمون، درباره زبان یاد گرفتن، کارمون، دوستامون، تو خیلی چیزای دیگه. بعد اون سری که داشتیم حرف می‌زدیم بحث آدم معمولی شد، چون به شخص خود من الان خیلی درگیر اینم که چه آدمی آدم خاصیه، چه آدمی آدم معمولیه، من کجای این چیزم دستم، من کجای این مرحله‌ام، آیا من آدم خاصیم یا آدم معمولیم؟ چون الان می‌بینی بخش عظیمی از زندگی نمیگم همه، یعنی من اینه که من مثلا تو فضای مجازی خیلی فعالم، نه اینکه خودم یه چیزی درست کنم ولی میبینم. یادمه اولین چیزی که اصلا از تو یادم این بود که فیلم خودت میگرفتی صحبت می‌کردی، روزمره‌هاتو می‌ذاشتی و میگفتم چقدر دختر شجاع اول از همه که میاد و چقدر هم قشنگ و پشنت صحبت می‌کرد، با علاقه، با انگیزه اومدی از روزمره صحبت کردی و برام خیلی جذاب بود میونه کلامت. مرسی. آره چون وقتی که میای اینجا برای خودم پیش اومده که وقتی میبینم همه از بهترینشون میذارن، از بهترین تیپشون، بهترین حرفشون، بهترین ویدیو، به هر چیزی خیلی بهترینشون. آره اینجوری برای من بود که چرا من بعد برای من اینجوری بود که من اگه میخوام بیام تو این فضا یه ذره معمولی بودن رو فکر کنم رواج بدم، نشون بدم معمولی بودنم چیز بدی نیست. آره هر کدوم از ما یه سری چیزا داریم که تو زندگی واقعا خاصه، حالا متفاوته نسبت به آدمای دیگه. شاید ما بهش بگیم خاصه، که دیگه بگه نه این فقط یه چیز معمولیه. یا شاید هم یه سری چیزا داریم که اصلا خیلی بی‌معنی شاید باشن ولی برای ما خیلی مثلا بزرگ و خاص باشن. و هدفم، چون من زیاد فعالیت میکردم بعد این مدتی فعالیت نداشتم کلا، الانم مثلا در حد مابینم، نه زیاد نه کمه. دوباره شروع کردم. آره چون بعضی اوقات دوست دارم خیلی بیشتر فعال باشم و فکر میکنم خب که چی اگه من اینو بذارم، اگه نذارم. بعد میبینم خیلی فیدبک از دوستان میگیرم که ببین این کار تو میکنی یا تو میگی چیزی رو میذاری برای ما اتفاق میفته، ولی ما مثلا جرأتش نداریم. چون اگه بذاریم میگه که هی مثلا از قضاوت هست. آره مثلا این چه معنی داره که من بخوام ببینمش؟ یا اینکه بعضیا یادمون رفته ما خیلی از آدمایی که حالا داریم زندگی میکنیم ما یه جلوه‌های بچه‌هایی داریم که خیلی معمولیه، مثل آدمای عادی. ما هممون میخوابیم، هممون میخوریم، هممون مشکل داریم، هممون نمیدونم بدخوابی داریم، خواب میبینیم، استرس داریم، هممون نمیدونم جا میمونیم از قطار، هممون دیر میرسیم. یعنی یه چیزایی که برای همه اتفاق میفته. واو اینم جزء معمولی بودن. اینم جزء معمولی بودن. به خاطر همین احساس میکنم با معمولی بودن چقدر خاصه.
یعنی کسی که بتونه معمولی باشه خواسته، در عین اون معمولی بودن خواسته. چیزی که مثلا یونگ بودش که من اومدم پادکستش کردم کتابش رو، یونگ آخر کتابش نوشته بودش که من میترسیدم کتاب بنویسم، کتاب همزمانی رو. چرا؟ چون که توی جامعه علمی فقط based on scientific result، بنابر اون داده علمی فقط حرف میزنن و خوابا و نمیدونم این چیزا کسی جرئت نمیکنه دربارش حرف بزنه، همزمانی رو کسی جرئت نمیکنه دربارش حرف بزنه و جرئت کرد اینو نوشت. دقیقاً همون جزء معمولی بودن است که اومد نوشت، جزء خوابایی که اومد نوشت و تو معمولی بودن خاص بودن هست. آره، چون به نظر من به شخص اعتقاد دارم هر انسانی به نوبه خودش خاصه. چون برای ما تعریف شده انسانی که خیلی معروفه یا خیلی ثروتمنده یا خیلی زیباه یا خیلی خوشتیپه، یه چیزی رو خیلی داره، اون معروف و خاص و نمیدونم مشهوره. نه، به نظر من یه آدم معمولی هم میتونه خاص باشه توی چیزی که خودش داره. حتما نباید یه چیزی بهترین باشه. تو هر کسی به نوبه خودش منحصر به فرد یه چیزایی داره که فقط مال خودشن، دیگری نداره. حتی تو میبینی توی کسایی که دوقلوان یا خواهر برادران میبینی اینا انگشت اصلا. آره، هر کسی اینو واسه خودش داره. چون مثلا من میبینم ما 3 تا خواهر برادریم و من میبینم که ما توی خونه بزرگ شدیم با یه پدر مادر. خب من یه خواهر کوچیک دارم، یه برادر دارم از من کوچیک‌تره. خواهر ایرانه. آره. بعد داداشم که اینجاست، وقتی مثلا با هم صحبت می‌کنیم میبینم ما چقدر متفاوتیم با اینکه مثلا طرز رفتار خانواده با ما، طرز تربیتمون، برخوردشون. حالا میتونم بگم تو خانواده‌های ایرانی این هست که برخورد با پسرها شاید متفاوت باشه با دخترها، ولی تجربه کردی خودت این قضیه رو که متفاوته؟ آره، میتونم بگم پدر مادر من خدا رو شکر از این پدر مادرایی بودن، به خصوص پدرم که خیلی تفاوت نمیذاشت، ولی جایی که عرف جامعه بهش اجازه نمیداد مثلا میگفت اینجا تو باید در مراقب باشی، تو یه دختری. ولی من یادم نمیاد من گفته باشه مثلا اون چیزایی که شاید تو دوستام دیده بودم یا مثلا بچهای همسن و سالم که خیلی محدود شده بودن، شاید یه سری چیزا رو پدر من نمیگفت. من چون از حالا شخصیتی هم آدم ویلدی نبودم که مثلا یه کاری کنم که بعد مثلا بابا میگه نه نکن تو حق نداری، ولی با این حال یه سری جاها متوجه میشدم عرف جامعه یا ظرفیت من اجازه نمیداد من یه حدی دیگه بالا برم، یعنی که این اجازه رو به خانواده‌ام میداد که بگن اوکی تو استاپ، تو نمیتونی، تو یه دختری، تو متفاوتی با برادرت. خب چون جامعه هم شرایط مثلا یه جوریه که اونا برای حفاظت و پروتکت آدم مثلا اینطوری میگفتن، سیستم یه جوره دیگه. آره. ولی این که داری میگی واقعا برام با ارزشه و خیلی جالبه. اصلا چی شد که میخوای مسیر آلمانی تو بگی یا کلا میخوای چیزی بگی که موضوعی باشه که توی ذهنت الان بخوایم مثلا صحبت کنیم؟ چون اصلا ننوشتیم موضوع مصاحبه رو، نمیدونم دربارش هر چیزی که دوست داری صحبت کن. چون دیدم بعضی وقتا مثلا تو اینستا صحبت میکنی، یعنی این توانایی گویندگی و حرف زدن هم داری، یعنی کجا میخوای اینو بگو اصلا کلا؟ اینو من دوست داشتم بهتر باشه، چون من بابام سخنور خوبی بود. بابام خیلی سخنور خوبی بود، یعنی راهنمای NA بود تو ایران و کلا اسپیکر خوبی بود و دایراللغت بالایی داشت و خیلی اعتماد به نفس خوبی داشت و همیشه قشنگ حرف میزد. با اینکه مثلا حالا دانشگاه نرفته بود، سواد علمی آنچنانی نداشت، ولی واقعا 10 برابر اون چیزی که بود بلد بود. و همیشه یادم یه دوستی بابام داره، اون در پزشک، اینا یه مدتی تقریبا 10 سالی با هم دیگه اوکراین بودن. بعد یه روز رفتم پیشش داشتم و بابام گلگی میکردم که بابام اینطوریه و فلان و اینا. دیدم گفت که ببین من درس خوندم، الان دندون پزشکم، 2 تا مطب دارم فلان، مثلا داشت میگفت من نمیتونم بعضی بابا 10 دقیقه حرف بزنم. من میتونم بگم من یه ذره ژنتیکیه، ولی من خیلی خوب حرف نمیزنم، به پای بابام نمیرسم. ولی نظرم قشنگ صحبت. آخه میخوام بگم به عنوان یه آدم معمولی که من بعضی وقتا میگم من آدم معمولی ام، معمولی بودن رو به آلمان بعد بحثش بکنیم. به عنوان آدمی که سعی کرد شروع کرد اومد، خب ببین یه جای جبر زمانه بود که حالا باز کردن اون خیلی سخت میشه، توضیح بدم. که من مجبور شدم بیام. حالا راه من اینجوری بود که من اول اومدم ترکیه، بعد اومدم یونان
بعد از خانواده‌ام متاسفانه جدا شدم، یعنی من و برادرم توی یونان یه مدت موندیم با هم دیگه، خانواده‌ام موندن ترکیه. با خانواده اومدیم؟ آره هممون با خانواده اومد. بعد از اونجا هم دوباره جبر روزگاری اتفاقایی افتاد که من مجبور شدم، چون داداشم سنش کمتر بود، اون زیر سن بود، دولت منو نگه می‌داشت، من مجبور شدم بیام تنهایی بیام آلمان و اومدم. برادرم موند، ما دیگه 2 سال هم دور بودیم، من 2 سال آلمان بودم، برادرم یونان. بعد حالا اون اومد. بعد وقتی تو راه داشتیم می اومدیم یه سری جاها، وقتی بحث آدم معمولی میشه یه سری جاها میدیدم آدمایی که مثلا معمولی، مثلا من میگم معمولی، بذار چیزایی که همیشه من از طرف جامعه به القا شد که این معمولیه، مثلا یه کسی که قیافه عادی داره، زیاد مثلا ثروت مالی زیادی نداره، یعنی نمیدونم کار خاصی نکرده، این معمولی بود. خب بعد تو راه که داشتیم می اومدیم این معمولی بودن برای من مثلا اینجوری بود، کسایی که واقعا داشتن و راه بلد بودن و آدم میشناختن و اینا آدمای خاصی بودن توی مسیر ما. اونا سریع رسیدن، اونا خیلیاشون مثلا زودتر از ما رفتن اون کشور مقصدی که می‌خواستن، مثلا کارشون سریعتر جور شد، دوچار مشکلاتی که ما شدیم نشدن، نمیدونم. آره مثلا اونجا برای من اونا آدمای خاصی بودن و من آدم معمولی بودم. میدونی چی بهت میگم؟ بحث سنگینیه به نظر من آدم چون شرایط باشه بخواد. آره مثلا برگردی بگی که اوکی این چی داره که خواسته. یه روز ما داشتیم حرف می‌زدیم، تو مثلا جمله‌ای که من گفتی من خیلی تقریبا بهت گفتم من زیاد حسودی نمی‌کنم. خب مثلا نمیگم حسودی اینجوریه که مثلا بگی اینو داره این مثلا لایقش نیست، ولی من حسم نسبت به چیزایی که برای بقیه اتفاق میفته اینجوریه که اوکی خدای شکرت که اون داره، ولی چی داره اون فرد، چی کار کرده، چی داشته، چه روشی به کار برده که به اون رسیده. برای من این مهمه. من نمیگم اوکی مثلا هانیه اینجا رو گرفت، وای هانیه، نه هانیه اینجوری نیست، نه اینجوری داشته باشه، نه. من واقعا خیلی خوشحالم یکی دیگه میتونه بهش برسه. به فکر میکنم اون فرد حتما متفاوت فکر کرده، اون فرد متفاوت عمل کرده که الان اینجاه. درسته؟ آره این برای من خیلی بولد شد. من چی گفته بودم؟ نگفتی تو برگشتی گفتی که مثلا دیدت خیلی برام جالبه که تو گفتی مثلا من فکر میکنم اون چه شیوهی به کار بردن، به این نمیگم مثلا من حرفی زدم. من اینجوری بودم که هانیه خودم نبودم چه حرفا هانیه از من فهمید، من نفهمیدم خودم چه حرفا بزدم. آره نه تو حرف قشنگی میزنی، من خودم یادم میره چی بعد سوگیوه کنم که تو واقعا مثلا گوش میدی و به آدم جواب میدی، آدم یه گوشه‌ای از وجود آدم رو میاری بیرون، میکنم اینم از کارته که خود آدم نمیدونست این آدم داره، مثلا بعد میگه وای آن چه دقتی کرد، من اصلا نمیدونستم اینو داره. آره ببین بحث مثلا مسیر، من اونجا برای من اونا آدمای خاصی بودن که مثلا تونسته بودن، حالا یا علمشو داشتن، دانششو داشتن، ما خیلی آدم معمولی بودیم که متاسفانه تو شاید یه مشکلاتی شدیم و نشد که بشه. مثلا من جدا شدم و برادرم که سنش کم بود و ما کلا هممون اومدی آره بعدش برادرش اومد چرا پارسال فکر کنم. آره دانیال 1.5 سال اومده. من بعد اینجوری بود که اگه من آدم خاصی بودم، حالا خاص بودن اینجا برام اگه من آدمی بودم که مثلا بهتر زبان بلد بودم، بیشتر پول داشتم، یا آدمای بیشتری میشناختم، یا رابطه‌های بیشتری داشتم مثلا با آدمایی که کار بلدم، مثلا ویتامین B داشتم و اینا حتما زودتر میرسیدم. اینجور اتفاقایی نمیافتاد. درسته؟ وقتی رسیدم آلمان، ببین تو با یه ذهنیتی میرسی یه کشوری و خب زندگی تو رو تغییر میده که موندن تو اون مکان، اون جغرافیا تو رو تغییر میده. خب بعد یه مدت که گذشت و چه سالی رسیدی آلمان؟ من سال 21 رسیدم، آخر اکتبر 21 رسیدم. آره در واقع 4 سال. بعد اوایل که اومده بودم اینجا، خب تو وقتی میای من انگلیسیم خیلی خوب نبود، آلمانیم هم صفر بود. بعد من یه جای دیگه مثلا هامبورگ اولین بار اونجا بودم، بعد یهویی گفتن نه شما باید بریم گیسن، مثلا تقریبا 8-9 ساعت فاصله بود. من دچار شوک شدم.
آره مثلا که چرا من فرستادن اینجا و من میترسیدم، فکر می‌کردم مثلا برم اونجا چه اتفاقی میخواد بیفته. خب تو هیچ سیستمی از این کشور نمیدونی که اصلا اگه برم اونجا چی میشه، بیام اینجا اگه یه بار دیگه بندازنم بیرون. مثلا برای من هر فاصله طولانی که میگفتن احساس میکردم من میخوام بندازن بیرون، میدونی اصلا اون ترس. آره اون ابشیبونگ و اون چیزا هی بود و چون من الان مثلا هیچ چیزی ندارم و اینا، هیچ پاسی نداشتم، اوایل اومده بودم و اینا دیگه، اومدم اینجا دیگه شروع شد دیگه مراحل پناهندگی شروع شد. من پناهندم اینجا. بعد خب اونجا من شدم، خب ببین من به عنوان آدم معمولی تا اونجا خودم میشناختم. بعد یهویی توی این مسائل پناهندگی چون تو یکی میگی ببین این پناهندگی رو من اینقدر منفی نمیدونستم، یعنی من واقعا هیچ اطلاعاتی ازش نداشتم. ما دوچار یه اتفاق برام افتاد، ما مجبور شدیم بیایم، همه چی افتاد. مثلا من اصلا نپرسیده بودم اگه پناهندگی بیام چه برخوردی داره، اگه یکی دانشجویی میاد چه برخورد داره، یکی ویزایی. مثلا ببین تو یه اتفاقی برات میفته. منظور چی منفی بودن؟ مثلا من اصلا نمیدونستم پناهندگی چجور خواهد بود، چه برخورد دیگران دارم. مثلا اگه من و تو با هم میرفتیم بیرون، من میگفتم من پناهندگی میومدم، یعنی متوجه میشین تو تفاوت رفتار. آره الان میخوام اینو به خاطر همین اوایل که اومدم من وقتی رسیدم برای خودم من همون آدم معمولی بودم، مثلا تو فکر خودم اینا همش با خودم مثلا. آره اولیش که اومدم ثبت نام شدم و اینا، ما تو کمپ بودیم اون موقع، حالا ارتباطات خاص نداشتیم، کسی رو نمیدیدیم. یه مدت که گذشت بعد من اومدم فرانکفورت. اون موقع میگم هنوز تازه اول داشتیم آلمانی میخوندیم و من دنبال مثلا کارم بودم. تو فرانکفورت میدونی باید خودتو ملک کنی، خونه، همه کارا رو باید از اول انجام بدی. اینا یه زمانی از من گرفت، تقریبا 6 ماه. بعد من خودم ملک کرده بودم برای مدرسه، چون یعنی برای کلاس زبان اینجا بهش میگن شوله. آره ولی چون من نه سنم اونقدی بود، من اون موقع 19 سالم بود، تازه 19 خورده ای، نه اونقدی بود که من مثلا برم کلاس‌های معمولی، کلاس زبان معمولی، نه اونقدی بود که برم مدرسه معمولی. دیدم برگه مدرسه من یعنی کلاس زبان من نیومد، دوستام همه رفتن شروع کردم، من نیومد. فکر کن تو 6 ماه اول تو خب آره تو مثلا فکر می‌کنی اوکی اگه برای من نیومده من قراره چه اتفاقی برام بیفته دیگه. اینا خب بحثای طولانی، اون ناشناخته هست آدم که چی بهش میگن، از ترس از آیندهش تشدید میشه دیگه، چون همه ما یه ترس از آینده‌ای داریم که حساب کنیم. بعد توی شرایطی باشه که واقعا آدم اون تصویر ذهنیش تصویر بشه با چیز بیرونی، مثلا استرس بیشتر هم میشه خیلی. که چرا برای من سوال، چرا برای من، چرا برای بقیه نه. آره بعد ما افتاده بودیم یه جایی که واقعا خونمون خیلی خوب نبود، مشکلات تو سوله بودیم، مشکلات خاص خودمون رو داشتیم. کدوم شهر؟ همین آلمان چیز بودم، رودلهایم بودم. آره دیگه سخت بود، کسی رو نمیشناختیم اون موقع، بچه‌های دیگر رو نمیشناختم، فقط مثلا یکی دو نفر. تو کلیسا هم نبود؟ نه اون موقع نبود. بعد زبانم بلد نبودم، هر جا می‌خواستی تو که میدونی اینجا باید ترمین بگیری. ما اصلا از این سیستم هنوزم اونقدر خوب توش نیستم که مثلا این سیستمی که ترمین بگیرم برم زنگ بزنم جواب 7 سالم مشکل دارم. اصلا کلا آلمان تو این چیزا خیلی پیچیده است. تو این که مثلا تو باید این وقت بگیری، بعد به خصوص آمتا چون مثلا اداره ها کلا یه ذره بیشتر طول میکشه. منم واقعا هیچ کاری پیش نمیرفت. تو مثلا 6 ماه اومده بودی، خیلی مثلا خیلی چیزا رو داشتن. با این حالم خدا رو شکر ما بچه‌ای داشتیم که خیلی کمک، مثلا من اومدنم و مدیون یکی از دوستامم که من تو کم باش تو بودیم آشنا شدم، اون به من آدرس داد، من اومدم اینجا. مثلا یک میگم یه نطق عطفی بود توی مسیر آلمان من و اومدم اینجا. باز اون اول میگم کسی فقط 2-3 نفر دوستان بودم، اونا هم بازم مثلا آشنا داشتن. اومدم مثلا ما رفتیم بانک خودمون رو ثبت نام کردیم که اینا خیلی کمکی بود. خب ولی همه چی داشت طولانی پیش میرفت. بعد وقتی میرفتم جایی مثلا میپرسیدن مثلا تو کی یا مثلا کجا اومدی، چند وقت اینجا اومدی، اینطوری بود که من میگفتم که من مثلا ابایی نداشتم. حالا میدیدم بقیه بچه‌هایی که ما با اومدن بعضی وقتا مثلا خجالت می‌کشیدم اوکی ما پناهنده‌ایم. من اینجوری
چجوری مگه پناهنده بده. بعد یکی دو بار که مثلا فکر کنم با دوستای دیگه رفتیم بیرون، من گفتم من پناهندم، یه ذره از میمیک صورت بقیه، از برخورد صورت بقیه اینجوری بودم که چجوری بود میتونی جلو دوربین شاش بده بازیش بکنی بقیه؟ نه مثلا من بهت میگم من پناهندم، سلام خوبی بچه‌ها چطوری؟ نه مثلا من تو با هم می‌بینی، دوست تو می‌بینی، خب دوست تو رو می‌بینی، بعد تو معرفی میشی، بعد میگی این دلنیام هست، بعد میگه خب تو از کجا اومدی؟ چجوری اومدی؟ خب اولین سوال همیشه آلمان اینجوریه، چند وقت آلمانی؟ چجوری اومدی؟ وقتی خب ما رو می‌بینیم بودم پناهندگی، بعد می‌دیدم این طرف منو اونطوری تحویل نمیگه، میگه اوکی پناهندگی اومده. خود آلمانی‌ها یا همه آدما هر آدمی که من می‌دیدم، حتی بچه‌ای کسایی که مثلا اینجا بودن مثلا خیلی سال، هم کسایی که مثلا پناهنده، هر کسی که پناهنده نیومده بود. ببین من اعتقاد دارم آدما تو این چیزایی رو با هم مثلا من توی چیزای مشترک نباشیم نمیتونیم حسو واقعا منتقل کنی و درک کنی. مثلا من و تو دختریم، وقتی از یه سری چیزای دخترانه حرف میزنیم خیلی همون میفهمن. خب ولی مثلا من اگه بیام برات از درد پناهندگی بگم، خب بعد شاید تو یه آهی بکشی. خب ولی آدم باید رسپکت بیشتری داشته باشه، احترام بیشتری بذاره برای کسی که اون مسیر سخت رو رفته تا کسی که صرفا توی هواپیما نشسته و اومده اینجا. یعنی من واقعا احترام خاصی میذارم، یعنی نیستش من اصلا حالا نمیتونم بگم مثلا درصد، ولی کلا شاید میتونه پروژکشن خودت باشه، فرافکنی خودت باشه که بگی همه اینطورین. نه میدونی منظورم چی بود؟ این نبود که اون منو درک نمیکنه یا نمیفهمه. اینطوری بود که براش اینجوری بود که همه میگن که ما مشکل داشتیم، بلند شدن اومدن به راحتی میان و میگن ما سختی کشیدیم. مثلا این تا گونده که مثلا این تو ذهنشون بود که نه همه فقط اینو یه بهانه کردن میان. بعد این برای من، برای تویی که مثلا درد کشیدی، مثلا ما بعضی وقت حرف میزنیم تو از دوران کالج میگی مثلا من شاید 100% نفهم، ولی من متوجهم تو چه دردی کشیدی. بعد من برگردم میگم نه هانیه تو خیلی راحت نشستی تو هواپیما اومدی اینجا، مثلا تو به خدا هستن. آره میدونی چی بهت میگم؟ سختیه دوباره یه جا دیگه هست. آره این نیست که فقط مثلا هر کسی میگم تا هر من و تو اون درد رو یه طوری توی راهی نباشیم نمیتونه هم با کسی. آره تجربهش نکنیم نمیتونیم اون همدلیه رو داشته باشیم. اصلا واقعا ناراحت نمیشدم، ولی این یه شوکی بود برام. اونجا فهمیدم که من حتی آدم معمولی هم نیستم. اوایلش این مدت خیلی درگیر بودم که من حتی از آدم معمولی کمترم. اعتماد به نفس تو چیز کرد؟ آره اعتماد به نفسمو آره کم کرده بود. یه ذره ناراحتم بودم، غمگین بودم که مثلا با خودم خدای خودم هی درگیر بودم چرا این اتفاق باید بیفته که من مثلا بیام اینجا و من فکر نمی‌کردم چیز منفی باشه. ببین هر کسی یه جوری بیاد به خودش داستان زندگی خودشه، خب و من نمیتونم اون رو قضاوت کنم. ببین ما بسته به جغرافیایی داریم بعضی وقتا مجبوریم یه اتفاقایی برامون میفته که مجبوریم بیایم. آره و این شجاعت آدمه که حالا من وسط این پادکست شعر مولانا رو بگم میگه که درخت اگر متحرک بودی به پا و به پر، نه رنج اره کشیدی نه زخم‌های تبر. میگه ما که درخت نیستیم، ما حرکت میکنیم که رنج اره و تبر نکشیم. و این نشون میده که تو به عنوان انسان زندگی تو دستت گرفتی و با هر سختی که بوده به جون خریدی اومدی و این احترام داره به نظر من. یعنی واقعا حالا میونه کلام خواستم اینو بگم که اون جبر جغرافیایی بوده ولی تو تصمیم گرفتی سرنوشت خودت بسازی و این خیلی با ارزشه. میونه کلام خواستم بگم. مرسی. نه واقعا ممنون که میگی، ولی اینم نیست که بگم 100% میگم همه ریاکشنی بود. اینکه واو تو 19 سالته بلند شدی تنهایی اومدی یا مثلا 19 سالگی اومدی. آره منم سنگم مثلا چطوری ببین یه سری اتفاقات میفته برای یه شخصی، اون شخص تحت اجبار مجبور اونا رو میگذرونه و وقتی میشینیم پای درد و دل من براتون تعریف میکنم یه ذره مثلا خیالی به نظر شاید برسه، مثلا نگاه شخصه میکنی میگی من باور نمیکنم این شخص اینقدر بتونه سختی رو تحمل کنه. اینم بود که بعضی مثلا میگفتم باور نمیکنم که مثلا این یه دختر 19 ساله بتونه اینو مثلا هندل کنه بگذره ازش. شاید مثلا تو دروغ میگی. مثلا ببین همه ریاکشنی هست. خب فقط من
چون گفتیم آدم معمولی، میگم تو این موقعیت از زندگیم اول که اومدم اینجوری بودم که حتی الان آدم معمولی نیستم. از آدم معمولی فکر کردم آره. به خاطر ریاکشن بقیه‌ای که به خاطر اتفاقات، به خاطر اینکه نمیدونستم، نادانسته این اتفاق افتاده بود و علمشو نداشتم و هنوز آشنا نبودم از ریاکشن بقیه. اگه الانم باشه یکی بهم بگه الان دیگه واقعا اونجوری ناراحت میشم. چرخ اتفاقات افتاده بودی دیگه، یعنی چیزی که دست خودت نبود. آره بعد واقعا نمیدونستم. یعنی مثلا علمی از این نداشتم که اگه معنی پناهندگی رو نمیدونستم، مثلا ما داریم زبان یاد میگیریم، یه کلمه رو شنیدیم استفادهش میکنیم ولی نمیدونیم، ولی اون که میفهمه میگیره، میگه خب این کلمه یا خوبه یا بده. بعد تو میگی اوه نمیدونستم، سوریه که این کلمه رو اینجا استفاده کردم. میدونی چی بهت میگم؟ من اونجا اونقدر علمشو نداشتم ولی من به راحتی میگفتم. بعد یکی ریاکشن نشون میداد، من اینجوری بودم خب ولی حس میکنم مشکل از اون آدما بوده که این ریاکشن نشون دادن، چون پناهندگی چیز کانوتیشن منفی نباید داشته باشه. میدونی چی میگم؟ تو ذهنشون شاید اونا باید رو خودشون کار کنن، اینکه تو الان به خودت شک کنی که من شاید اشتباه بوده حرف که میزدم. نمیگم مشکل بهشون بعضی اوقات حقم میدم، بعضی اوقات میگم آره اینو دارم که مثلا بگم خب من در هر وهله‌ای به هیچ آدمی اجازه نمیدم که بخواد یکی رو قضاوت کنه به نظر بدی درش داشته باشه. مثلا من نمیتونم بگم فلانی اون چیزو داره چرا داره یا چرا نداره، یا من میتونم ببینم به خصوص اینجا، چون اینجا ما خیلی چیزای میکسی میبینیم. مثلا این چیزایی میبینی که با عقل جور در نمیاد، یه چیزایی میبینی خیلی پرفکته. من به عنوان بیننده دوست دارم ببینم، احترام میذارم، قبول میکنم، میذارم، من اون چیز خوبم برمیدارم میگذرم. حالا شاید اون آدم با من دوست نخواد بشه، مثلا به عنوان کسی که حالا هموطن همون بشناسیم، ولی هم توقع اینو داشتم که مثلا یه جوری رفتار نکنه که من خودم یه احساس بدی بهم دست بده، بخوام خیلی درگیر شم. آره این تا اینجا میگم که بعد یه مدتی گفتم که حس آدم معمولی هم نداشتم، فکر کنم پایین‌تر داشتم. دیگه یه ذره شروع کردیم به زبان یاد گرفتن، زمان گذشت، یه ذره زندگی دیگه خودش رو ادامه داد دیگه، وارد روتینه موفق شدی. تو 4 سال تو الان کار داری میکنی، تو روتین زندگی تو زبانت پرفکته، یعنی خیلی واقعا هندلش کردی خیلی قوی. تو روتین افتادی و آره میتونم بگم یه ذره حالا تغییر خیلی شاید تغییر مثلا اون چیزی که از خودم توقع داشتم نبوده، ولی میگم بعد یه ذره بهتر شد، دوباره شدم آدم معمولیه، یه ذره که مثلا زبانم بهتر شد، مثلا یه ذره زبان روی اعتماد به نفس اثر داشت. واقعا اثر داشت. چرا؟ چون میتونستم به مردم توضیح بدم که من این اتفاق برام افتاده و اینجوری اومدم. پس زبان باید جدی بگه، کسی که مثلا از صفر میاد زبانو جدی بگه. آره. چون مثلا خیلی اوقاتم مشکل مکالمه بود که من این ریاکشن رو دریافت کرده بودم. میگم یه مدت وارد روتین شدم، زبان بهتر شد و من حالا با بقیه صحبت میکردم و وقتی میدیدم یکی اگه میشنیدم اون گوشه دارن درباره یه چیزی حرف میزنم که مثلا سنسور من هوشیار میشد که اوکی اگه من برم تو اونجا اونو قرار از من خوششون نیاد یا مثلا من قبول نکنن، نمیرفتم. به خاطر اصلا نمیرفتم. قبلا به خاطر اینکه تازه اومده بودم و دوست داشتم مثلا آدما رو بشناسم، با بچه‌ها دوست بشم، مثلا ارتباط پیدا کنم، میرفتم سمت میگفتم چطوری. من مشکل تو دانشگاه داشتم اینو کلامتا، یعنی تو جمعی که مثلا آلمانیا بودم، مثلا بگم 6 نفر بودیم، من اون نفر ششم بودم که خارجی بودم و مثلا می‌دیدم یه برنامه‌نویسی پایتون دارن خیلی سخت هم انجام میدن و اینا، من اون جرأت رو نداشتم حرف بزنم با اینکه مثلا شاید میدونستم. یعنی بعد حسم می‌کردم که مثلا آدم معمولی که هیچی، مثلا زیر سطح زیر زمین هم قشنگ و اون اعتماد به نفس قشنگ یه جایی حس می‌کنم مشکل زبانی نداشتم، ولی توی جمعای اونا بازم اون اعتماد به نفس نمی‌مد. ببین این تو همیشه تو ذهن ما، مثلا تو ذهن منم خوب بود که اینو گفتی، هست که مثلا با اینکه شاید بدونمش، با اینکه زبانم بهتره، یکی اینکه شاید هم اعتماد به نفسش هست، ولی این فکری که اوکی ما از اینا کمتریم، ما جداییم، تافته جدا بافتیم، ما متفاوتیم، ما از یه جای دیگه اومدیم، ما اومدیم تو کشور اینا، شاید که خودمون شاید این حس نداشته باشن، ماها اون فرافکنی رو می‌کنیم. بعد خب اینا از خود آدم میاد. بعد در این مورد میخوام یه چیزی بهت بگم، اصلا یه اتفاقی که اول اومدم گفتم آن باید دربارش صحبت کنیم. اینو
بعد پادکستم اینو میگیم چرا قضیه حالا آخر پادکست میگم ولی یه بحث باشه میدونی چرا مثل این میمونه که ببین ما همین فرافکری گفتی؟ فرافکری پروجکشن میگم مثلا تو فکرت رو یه نفر میندازی فکر می‌کنی اون ریاکشنش نسبت به تو ولی خودت مثل خودت یا اینکه فکرهای زیاد مثلا من از دید خودم دیدگاه خودم دیدم یه چیزی رو و گفتمش و تو از دیدگاه خود دیدی و گفتی این اتفاق برای من افتاده امروز من اصلا نمیدونم من یه چیز این آدم رو فراموش کرده بودم اصلا این اتفاق فراموش کرده بودم اصلا فکر نمی‌کردم این اتفاق بوده باشه بعد امروز این شک رو به من داد که آدما میتونن از دو تا دیدگاه مختلف به یه چیزی نگاه کنن برداشت رو بردارن و ناراحت شن مثلا به خودشون بگیرن و بگذرن و برن حالا در برسه ولی حالا برای بس توی یه سیستم فکری پیش بره ادامه همون بحث آدم معمولی بریم ولی اون آخر قضیه که چیز نشه پس این به این صورت بود پس زبانه روی اعتماد نفس اثر داشت و یه جاهایی یعنی گفتیم که با اینکه زبان خوب باشه آدم خودشون جرأت نداره که بره و اسپیک اپ کنه حرف بزنه و برای من بوده تجربهش مثلا برای تو هم شاید چون محیط‌های کاری و نمیدونم دوستان بوده دیگه چی میخوای بگی دنیا از دل حرف بزنیم مثلا از دل بخوام بگم که نیم ساعت شد واو خیلی زود میگذره حسین با رویاتش هم میزنم بدم تموم شد 45 دقیقه فقط 45 دقیقه بیشتر میتونیم میخوام بگم این توی زندگی آدمای معمولی اتفاق میفته شاید چند بار دچار این حس بشن که مثلا این مثل یه ضربان قلبه میره بالا میاد پایین میره بالا میاد پایین یه زمانایی خیلی میره پایین یه زمانی خیلی میره بالا تو چیز من ریتم زیست یادم یه اینجوری بود میرفت بالا میومد پایین بعد دوباره فکر کنم آره چی یادم مونده دمت گرم من فقط چهره وقتی بر کنکور من حافظه یه چیزی یادمه تصویری حالا یه ذره بهتره این یادمه ببین آدم معمولی بودن حالا ما اصلا آدمای خاص کیان اصلا شاید ما اصلا آدم معمولی هم نیستیم کی خاصه بهت گفتم که یه کسی که معروفه خاصه کسی که از نظر اکثر یه چیزی که مثلا الان تو به چت‌جی میگی آدم خاص کیه یه کسی که خیلی خوشگله خیلی امتحان کردی به چت‌جی آره اون دفعه داشتم امتحان کنیم الان بپرس جالب شد میگم من برم آبجوش بذارم چای بریزی چای تموم شد لیوانا کوچیک اوکی میتونی بهم بگی یا آدم خاص چه ویژگی‌هایی داره؟ بلندش من بزنم تکست براش نوشتم باش حرف بزنم؟ ببین الان عوضش کردم آدم خاص کسیه که مثلا ویژگی‌ها پشتکار و انگیزه بالا داره شفافیت در هدف برنامه‌ریزی تعهد جدیت پذیرش مسئولیت اوکی چند تا مثال برام بزن از آدم خاص چه چیزی داره اون آدم خاص دانشمند نابغه هنرمند خلاق مثل فلانی رهبر تاثیرگذار ورزشکار برجسته کارآفرین همینه کسی که مثلا بهترین ورزش داره بهترین تیپو داره بهترین مغزو داره بهترین هوشو داره همش این هست که اون بهترینم توی جایی خیلی بدترین میتونه باشه آخه آره میتونه باشه ولی کلا از دید خیلیا اینا خواستن شاید مثلا من اگه بگم من آدم خاصی ام میگم هه تو شاید مثلا تیپت خوبه ولی توی یه صفت خواستن توی یه صفت خواستن مثلا مالی پوری توی فیزیکش خاص بوده مثلا شاید توی زیبایی مدل نبوده به فرض میدونی یعنی دوران کسی که ورزشکاره یه سری چیزا قربانی و فدای اون هدف میکنه میدونی من میخوام بگم توی یه صفت برجسته و بولد میشن شاید توی یه سری چیزا کامل نابود باشن ولی به نظر من شاید اینقدر تو اون خوبن که اصلا چیز میپوشونه اون چیزا رو آره به خاطر همین میخوام بگم به عنوان یه آدم معمولی که داری نگاه میکنی میبینی و زندگی دیگران میبینی با این که ما خیلی درگیر فضای مجازی هستیم خواهش میکنم بدون که حتی آدم معمولی تو اصلا ما خودمون میگیم ما آدمای معمولی هستیم خب ما معمولی زیر من که زیر من نه کلا ما میگیم معمولی اصلا نمیگیم
آدم معمولی اینجوری داره، کم داره زیاد داره، مثل ضربان قلب. یا گاهی اوقات منفی، گاهی اوقات مثبت 10، گاهی اوقات منفی 2، گاهی اوقات 0، گاهی اوقات نیمی، مثلا نه بالایی نه پایینی. میخوام بگم مثلا کسی هست که همیشه حالش خوب باشه؟ من فکر امیدوارم باشه. امیدوارم با دمش امیدوارم طبیعی بگه، راستشو بگه، کامنت بذار ببینیم چیکار می‌کنی. چون من مثلا فکر کردم ما خانم‌ها به خاطر حالا جسممون، مغزمون، فشارهایی که دیگه حالا متفاوت داریم، به خاطر همینی که شاید مثلا ما اینقدر بالا پایین میشیم، همیشه حالمون خوب نیست. ولی بعضی اوقات میبینم نه، مثلا حالا برادر من میبینم نه، اونم بعضی اوقات خوب نیست، بعضی اوقات پایینه، بعضی اوقات خیلی بالاه از لحاظ احساسی، بعضی اوقات هیجان داره. مثلا دیدم نه بابا این برای همه اتفاق میفته. به خاطر همین زیاد نباید بگیم که اوکی من الان نباید حس بدی پیدا کنیم، چون ببین توی یه جایی میگی من اوکی من آدم معمولی خوبم، بعد برات عادی میشه. خب ببین وقتی که مثلا من به 1 داشتم گفتم اوکی، بعد یه مدتی به 1 برام خوب نبود، مثلا نه به 2 میخوام. خب دوباره با اینکه من مثبت بودم اول یهویی منفی شدم. اون چیزی که برای من آدم معمولی خوب بود یهو شدم به آدم معمولی نه خوب نیست، این خوب نیست، من نمیخوام. مقیاست عوض میشه. آره الان باید به این برسم. به خاطر همین تو هر چیزی که بهش میرسی دوست داری یه چیز بهتر داشته باشی. دوست داری چیز بدی نیست لزوما. چون آدم اگه راضی بشه استاپ میکنه. آره چون مثلا این مونه که میگن دوست ندارم مشکل داشته باشم، میگن تنها کسایی که مشکل ندارن کسایی هستن که روی این زمین نیستن دیگه، از دنیا رفتن. و این یه چیزیه که نشون میده تو وقتی که فوت میکنی تمومه. حالا درسته من اعتقاد دارم حالا آدم به زندگی بعدیش میره، حالا روحش و اینا، ولی تو جسمن دیگه واقعا نمیتونی هیچ کاری بکنی. و به نظر من جسم بخش زیادی از حیات رو تشکیل میده. درسته حیات ما بستگی داره به روحمون که هست داخل این جسم یا نه. این دنیا مادیه، این دنیا آره ولی تو با بدنت داری کار میکنی، تلاش رو داری با بدنت میکنی، با مغزت میکنی و تموم شد؟ نه خاموش نشه. به خاطر همین آدم میتونه در این حال که همون آدم معمولی است، آدم معمولی مثبت باشه. منفی منظورم این نیست آدم بدی باشه، منظورم اینه که اندازش موج احساساتش متفاوت باشه یا اصلا کم و زیاد بشه، یه چیزی بهتری بخواد. و اینا نباشه که همش روی خودش مارک بزنم فلان مریضی رو دارم، من فلان چیزو دارم. یعنی قبول کن اوکی من انسانم، یه روزایی میتونه حالم بد باشه، یه روزایی خوبم، یه روزایی میخندم، یه روزایی گریه میکنم، یه روزایی دلتنگ میشم و همه اینا موج احساسیه. یعنی این نباشه که سریع بره دکتر قرص بگیره که حالش خوب بشه. اگه لازمه آره خب قطعاً توی موارد شدید خب یه وقت طرف واقعا حالش بده که با هم قرص هر چیزش بکنه. ولی اینکه میبینم مد شده فقط با قرص میخواد یه سری فقط حالشون رو خوب کنن که فکر نکنن، خیلی بهتره که آدم اگه فرصتش رو داشته باشه رو خودش کار کنه. اون هم که داریم میگیم موج رو بیشتر بشناسه. آره و اینکه نترسید از معمولی بودن. ما از اینکه بگیم و اعتراف کنیم واقعا میترسیم. و مثلا من احساس میکنم اینجا شاید بیشتر دیده بشه چون ما وقتی اونجا تو کشور خودمون پیش خانواده‌مونیم، مثلا پیش خانواده بودن کسایی که پیش خانواده‌شون شاید اینو زیاد نداشته باشن، ولی ما بعضی اوقات احساس می‌کنیم اگه یه چیزی رو بگیم خیلی زنزیبل، خیلی مثلا حساس میشیم، ضعیف میشیم، پذیر میشیم. آره به نظر من مثلا من یه اعتقادی دارم، اتفاقای افتاد که من به اعتقاد پیدا کردم، یه اعتقادی دارم که آدم‌ها تنهایی به یه چیزی نمیرسن. دیدی یکی به یه جایی میرسه مثلا تو 90% آدم معروف میگه نه من مثلا اینو خودم تنهایی انجام دادم، به اینجا خودم تنهایی رسیدم. بعد پشتش میبینی چی؟ یه تیم داشته. حتی مثلا یارو کسی که صداش خوبه یا نمیدونم بهترین ورزش رو انجام میده، مثلا مسئله حل میکنه، بازم یه رهبری داشته، یک چیزی دیگه، کسی بوده دیگه.
به نظر من وقتی که ما واقعا حالا گایدنس میتونه زنده هم نباشه، میتونه کتاب باشه، ولی بالاخره یه نوع گایدنس یه کمکی تو یه جایی یه چیزی رو استفاده کردیم. ما روزانه داریم واقعا کمک میگیریم، یخچالمون کمک میگیریم، از تخت اصلا یه چیز مثلا تو ما فکر می‌کنیم اشیا واقعا به ما کمک، نه به نظر من اشیا اولین سرویس دهی رو به ما میکنن، چون ما واقعا بدون وسیله‌های خونمون، بدون تخت و در و میز و حتی این دمپایی و لیوان هیچ کاری نمی‌کنیم. چجور می‌خواستیم چای رو تو دستمون بخوریم مثلا ما فکر می‌کنیم چون یه سری چیزا جون ندارن و با ما حرف نمی‌زنن، فلانی بس دیگه خسته شدم، فکر می‌کنیم باید ازشون استفاده کنیم و ناشکرشون باشیم. نه، مثلا فکر کنیم که نه این وظیفه‌شه برای من مثلا آبو تو خودش نگه داره، نه وظیفه‌ش نیست. پس شکرگزاری بس گفتی شکر خیلی کلمه جالبه، خیلی رزونانس می‌کنه با خیلیا. نظر درباره شکرگزاری چه تا زندگی شکرگزاری کردی و وقتی که شکرگزاری می‌کنی حالا چه شکلی موج چه شکلی تغییر می‌کنه، منفی چه شکلی عوض میشه جریانش؟ من گفتی آدم بعضی وقتا خیلی اون موج میره پایین که حالش آدم بد میشه، وقتی شکرگزاری می‌کنه تا حالا حس کردی کجا استفاده کردی؟ من سعی میکنم یه سری چیزا رو داشته باشم، متاسفانه به خاطر یه سری اتفاقات این روتینه رو کم میشه. مثلا من یادم وقتی که مثلا بابا ما رو نصیحت میکرد، برامون حرف میزد، مرسی، میگفت که آنیا نظم داشته باش، هر روز بنویس، هر روز صبح شکرگزاری کن، روزتو با موزیک شروع کن مثلا. آره اینو همیشه میگفت، مثلا میگفت بنویس به خاطر 5 تا چیزی که شاکری. اون هر روز تراز روزانه میگرفت. یعنی بابای من 23 سالم، 22 سال با هم زندگی کردیم، 21 سال بابای من همش رو هر روز مینوشت. یعنی حتی وقتی که آلمان اومده بودم هر روز به من زنگ میزد، ببین من تراز روزانه گرفتم، تو 10 تا تراز روزانه. تراز روزانه یعنی همین که تراز یعنی این که مثلا سنجش روزانه. مثلا امروز میگفت که من چه کاری خوب انجام دادم، چه کاری بد انجام دادم، به کی کمک کردم، به کی نکردم، به خاطر چه چیزایی شاکرم یا از چه چیزایی پشیمونم. مثلا این من یه مدتی مثلا گوش میکردم، واقعا انجام میدادم، میبینم من چقدر از لحاظ روحی آرومم، چقدر اون جنگ و جدالی که با خودم داره کمتره. این از این مثلا اون همیشه گفت شکرگزاری کن، خاطر هر چیزی که داری تو همیشه یه چیزی رو داری که یکی دیگه نداره و باید به خاطر شکرگزار باشی. شاید توی مثلا نقصا داشته باشه، یه چیزایی که نداری الان، ولی تو همیشه یه چیزی داری که واقعا باید قدردانش باشی. اصلا یه چیزی هست که مثلا من و تو الان اینجا هستیم، همیشه یه کسی هست که از ما بهتره، یه چیزی داره بیشتره و یه کسی که نداره اون چیزو. آره پله است. به خاطر همین میگم هر جایی که هستی، هر لحظه‌ای که هستی به خاطر شکرگزار باش، به خاطر اون چیزی که الان داری. اوکی الان اینجا هم این هودی رو دارم، درسته سردم، این هودی رو دارم، خدای شکرت که مثلا یخ نمی‌کنم، میدونی الان اینو دارم، حالا خدای شکرت. یعنی بدترش آدم تصور کنه شکرگزاری کنه یا اینکه برای بودن اون لحظه، برای بودن اون، میدونی مدل شکرگزاریتون نمیدونم چه شکلیه. اون به من اینو میگفت، من خودم سعی میکنم و بابام یاد بگیرم و همیشه اینجوری هم که این لحظه رو اینی که دارم، اینکه ببین ما از بس اینکه بخوایم خیلی بهتر تصور کنیم غمگین میشیم، خیلی بدتر هم تصور کنیم یه ذره استرس میگیرم. مثلا میگیم اوکی اینو خیلی بد میچسبیم و نمیخوایم تلاش کنیم یه چیز بهتر رو بگیریم، رها نمیکنیم. آره این رهاییه رو وقتی به بدتر فکر میکنیم از دست میدیم، ولی به بهترینی که فکر میکنیم این برامون میگم خدای شکر آب دارم، دیگه نمیگم خدای شکر یه سری آب تمیز ندارن. مثلا اینو من زمانی فهمیدم که اومدیم اینجا، تو اینجا باید آب بگیری و اینا، خیلی از خونه‌ها تصفیه‌آب ندارن. بعد من متوجه شدم خدایا حتی اون آبی که ما داشتیم مثلا تو ایران، ما کوهستانی شهرمون آب لونه معمولا خوبه، خوشمزه است، آب تمیزیه. به خاطر اون گفتم خدای ما به خاطر یه آب واقعا چقدر ناشکر بودیم. مثلا برامون اینجوری بود که همیشه هست، با اینکه اینجا من هر دفعه باید برم تو 6 تایی آب بگیرم، مثلا تقریبا هر دستی 10 کیلو بیارم با چه زجری. ببین تو میتونستی به خاطر اون شکرگزار باشی، چون میتونستی یه ثانیه‌ای هست که اون دیگه نداری. همین که
صبح میشه سلامتی رو اگه آدم یه لحظه حسش کنه، مثلا نه دست درد میکنه حس کنی پات سالمه، ما یه انرژی انگار هستش که نه که حالا انرژی ماورایی باشه، نه سلامتیه، اون خوب بودن رو حس میکنه آدم، با یه جریانی ایجاد میشه. پس میگی اون شوک‌گذاری قشنگ اون جنگای ذهنی رو تموم می‌کنه یه جوری، بعد اون موج قشنگ آروم می‌شد انگار. الان هم همینجوری دارم. الان بعضی وقتا مثلا میگم من صفر سریم گاهی متاسفانه مثلا گاهی اوقات خیلی شوک‌گذاری دارم، مثلا گاهی اوقات 2 هفته میبینی من روتین پوستیم خوبه، ورزشگاهمو میرم، غذا مرتب میخورم، شوک‌گذاری میکنم، مینویسم، 2 هفته میبینی هیچ کدوم اینا رو انجام نمیدم. خب میتونم همین الان بگم، چون اینو خیلی دارم مثلا سعی میکنم تغییرش بدم. خیلی بعضی اوقات سخته، بعضی اوقات مثلا خوبه پیش میره، به خاطر اینکه بعضی اوقات سعی میکنم همه چیز رو با هم داشته باشم. مثلا تو کمالگرایی. آره همه چی. مثلا سعی میکنم هم باشگاه رو برم، هم غذا سالم بخورم، هم درس رو بخونم. خب ببین تو 24 ساعت نمیتونی، وقتی که از لازم زمانی کسی که مثلا 8 ساعت و 10 ساعت کار میکنه و وقتی که میاد، به خصوص اینجا که مثلا شبا زود خیلی زود میگذره، تاریک میشه، زمان زود میگذره، واقعا نداری باید بس خودت هم یه حقی بدی. باید نگی خب من این کار نکردم دیگه، من نمیتونم، من قدرتشو ندارم، من آدم بدیم، من لیاقتشو ندارم. نه، همین که مثلا امروز شافن کردم، تونستم مثلا حداقل یه ذره درس بخونم، یه کتاب بخونم، یه ذره کتاب بخونم، یه 2 دقیقه راه برم، بسه. تو حتما نبود اونو پرفکت انجام، ولی میتونم بگم شوک‌گذاری نیاز به چیز خاصی نداره. یعنی من اینو از بابام یاد گرفتم که لازم نیست برم یه جای خاصی، نمیدونم برم یه جای تمیزی، نمیدونم برم تو جنگل حتما یه چیز خوبی داشته باشم، لازم نیست یه چیز خاصی باشه من برای شوک‌گذاری کنم. من میتونم الان رو این میز شوک‌گذار باشم، چیزی که داری اصلا تو لحظه بودن، همون لحظه میتونم بابت 10 تا چیز شوک‌گذار باشم. بعضی اوقات واقعا وقتی نگاه میکنم میبینم ما مثلا من شخصی تو زندگی خودم با اینکه خیلی دردها دارم، خیلی چیزا هستن که واقعا ترس ازشون دارم، یه سری مشکلات هست، ولی میبینم که همون اون چیزی که من داشتم گفتم وای این چقدر به من استرس میده، من درگیرم، همون لحظه 10 تا چیز بوده که میتونستم بگم خدای شکرت به خاطرش. و چقدر ما اینقدر فکرمون، تمرکزمون رو اون چیزایی که بد شده یادمون میره، اون چیزایی که داریم، اون چیزایی که میتونستیم بگیم خدای شکرت بابتش. من مثلا ساده میزنم، دیروز همون روی که نزدیکتون رفتم خرید و اینا، خب پیاده روی رفتم، بعدش خب مثلا بار این چیزی که خریدم خیلی سنگین بود، یکم مشکلاتی که ما داریم با ماشین نداشتنه و اینجا بجا کردن این چیزاست. بعد هی فکرای بد میاد تو سرم، آره اگه که مثلا ماشین خریده بودی الان وضعیت بهتر بود، اگه سیو کرده بودی پولاتو الان راحت تر میرفتی، و این فکرای چرت و پرت که خودت هم یه سیکلی میگیره که اصلا. بعد اینطوری بودم تو چرا الان ذوق این بستنی زمستونی رو که خریدی نمی‌کنی؟ تو چرا ذوق الان خریدی که پولشو داشتی الان انجام بدی نمی‌کنی؟ و یه دفعه شیفت شد و رفتم رو حالتی که مثلا فوکسم بزنم، شاید خیلی کلیشه باشه این حرفا، ولی واقعا این کار کردم. تمرکزم گذاشتم تنفسم و فقط داشتم به این قضیه فکر می‌کردم که چقدر خوبه که من این فرصت رو داشتم که اوکی برم مثلا خرید کنم، برم پیاده روی کنم. روی همون فوکس کردم، مثلا بگم نیم ساعت فقط داشتم روی فکر می‌اومد و قطعا فکر منفی اذیتم می‌کرد، ولی سعی کردم با فاصله بهش نگاه کنم. حالا با آلمانیش بهش میگن سوشیولوژیش دیستانسیوم، فاصله بذاری ببینی فکرا رو که می‌خواد بکشه تو رو به ذهن، می‌خواد بکشه تو رو. مولانا اشاره جالب داره، مولانا میگه یه قطره می‌خواهد که به دریا رود، گل گرفته پای او را می‌کشد. چه قشنگ بود. قطره میخواد بره دریا، ما اون روحه انگار میخواد برسه به دریا، این گله این فکر هی میکشد. آن شوک‌گذاری فکر میکنم یه راهیه که قولت میده بیشتر به اون دریای وجود وصل بشی، به خودت، خود برترت. خب به اینا تازه چیزم باید اوورثینکینگ هم اضافه کنیم، چون من خیلی فکر میکنم و گاهی اوقات میبینم مثلا 4 ساعت دارم فکر میکنم، غرق بودم و خستم، از لحاظ مثلا فیزیکم چنان خسته است که انگار یکی من گرفته زده، مثلا من رو با چوب زدن، من میام من هیچ کاری به خدا هیچ کاری نکردم، دراز کشیدم، مثلا خواب پا میشه خسته تر. مثلا بعضی اوقات
اینقدر که این فکره میگن که یه چیزی اون روز داشتم گوش میدادم میگفت که استرس یعنی در فردا، جملهش یادم نمیاد ولی اینجوری بود که اگه تو بیرون مثلا توی فردا باشی اون لحظه رو که از دست میدی هیچی درستش که نمیتونی بکنی، این لحظه هم داری از دست میدی. اگه تو دیروزم هم باشم امروزم هم از دست میدم. یعنی ببین اینو ما همیشه فکر کنم هانی داشتیم، کتابای راهنمایی داشتیم، معلم‌ها گفتن، تلویزیون میگفت، نمیدونم الان فضای مجازی، این که تو دیروز نباش، تو فردا نباش، تو همین لحظه باش. ولی هیچ کی بهمون یاد نداده چه شکلیشون یادمون ندادن. همش گفتن در لحظه باش. خب چه شکلی من در لحظه باشم وقتی این حرف فکر این هم همیشه سوال من بود. هیچ کی بهمون نیومد یاد بده. خب همیشه اینو من خودم الان من خیلی باش کردن انجام میدم. خب به من میگن خب این کلیشه هایی که اینستاگرام میگه خیلی هم قشنگ الان قشنگ صحبت میگن اوکی در دیروز نباش، مثلا در فردا نباش، در لحظه باش. بعد میام لحظه ببخشید اینقدر سخت اینقدر بده خودشون ببرید لحظه اینقدر بده که من میگم چجور تو لحظه باشم. بعد به خدا میرم فردا از لحظه قبل بدتر بوده. ببین الان من اسم 25 رو گذاشتم سالی که تموم میکنم ناتمومی ها رو. اصلا دقیقا همون لحظه‌ای که تحویلش سال شد من یه پست گذاشتم گفتم برای دلنیا، برای خودم. باور کن من اینستاگرام 90% برای خودمه، چون زمانی که حالم خیلی بد بود نمیتونستم با کسی حرف بزنم و راه چاره دیگه نداشتم، میرفتم توی اینستای خودم نگاه میکردم میگم اوکی این ویدیو رو من گذاشتم، پشت این ویدیو من حالم بد بود، این ویدیو رو من اون روز گذاشتم، پشت این ویدیو حالم خیلی خوب بود. میدونی این به من نشون داد ببین دنیا تو چه لحظه‌هایی داشتی، مثل یه چیزی میمونه، یه آلبومی میمونه برای خودت که باز ورق میزدم. اینو رفتم امسال پست کردم گفتم امسال میشه سال ناتمومی‌ها، مهم نیست چی. من خیلی چیزایی شروع کردم تمومش نکردم، شاید 3-4 سال طول کشیده. خب ولی میخوام به خودم یاد بدم اولی که تمومش کن، دومم این که ببین من خودم استرسم 90% از اینه که ترس عمر محدود دارم. ببین مثلا من بگریف جدید وارد روانشناسی آره بنویسین ترس عمر محدود نویسنده دلنیا. ببین این هست که میگن این فکر می‌کنم بیشتر تو فرهنگ ما هم هست که دختر باید تا 25 سالگی دانشگاهش تموم شده باشه، استقلال داشته باشه، خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، آره ازدواج کرده باشه، مثلا اینو داشته باشه. و این من اینو خیلی سال دارم میکشم، با اینکه به این اضافه کن که من همه بهم میگفتن تو دختر بزرگی، اولین نوه پسری هستی، مثلا سمت پدرم اولین نوه مثلا پسری محسوب میشدن، بزرگترین نوه و تو یه الگو هستی. اینا یه فشاری از به من وارد کرده بود که یعنی هنوزم روش اون فشار رو حس میکنم. اینجوری بود که اوکی من باید تا 21 سالگی اینو داشته باشم، نداشته باشم من به درد نمیخورم. دیدم من 21 سالمه و اون چیزایی که فکر کردم ندارم. ببین یه یأس و افسردگی و ناراحتی به من دست داده بود که دنیا واو تو 21 سالت اینو نداری. 22 سالم شد مثلا 21 سالگی گفتم تا سال دیگه اینو دارم. خب ببین معمولا ما اول سال میایم یه لیست برای خودمون می‌نویسیم. خب من من از اول همیشه این کارو می‌کردم. وقتی که یادم یه کتاب می‌آورد، یه دفتر می‌آورد، یه دفتر می‌آوردم می‌نوشتم این کارو من می‌خوام سال کنم. شروع می‌کردم نمی‌شد. ببین یه اتفاقایی میافتاد نمیشه. بعد میدیدم یه سری چیزایی که من نوشتم شاید بزرگتر از اون چیزایی بودن که من نوشته بودم، اتفاق میافتاد، اونا رو تیک میزدم. ببین اونا خیلی اسپونتان اتفاق میافتادن ولی من چون اون لیست رو نوشته بودم، اون لیست رو انجام نداده بودم، اصلا یادم میرفت من این کار بزرگ رو واسه خودم کردم. میدونی اصلا خوشحال نبودم با اینکه گفتم ببین مثلا هم یه مثال کوچیک بزنم. خب تو زندگی من این کار خاصی نیست. الان یکی برگرده بگه نه حالا چی کار کردی؟ آقا من پارسال گفتم من میخوام بدومو تموم کنم. خب
خیلی درگیر بودن، به من کلاس نمیدادن، واقعا خودم هم درگیر بودم که مثلا بخونم و اینا. برای من مهم بود اول سال نوشتم B2 رو بگیرم. آقا یه ذره سال گذشت و شروع شد، یهویی من اتفاقی برام افتاد مجبور شدم آسپیلدون بردارم. من چون وقتی اومدم آلمان بودم حالا من آسپیلدون برم برم دانشگاه یا آسپیلدون بردارم، من فکر کردم مثلا 2 سال دیگه برم. خب یهویی من تو مسیری قرار گرفتم که قبل از B2 آسپیلدون هم شروع شد. ببین من هنوز B2 نداشتم ولی آسپیلدون رو داشتم، با اینکه فکر کردم آسپیلدون هدف 4 سال دیگه است. یعنی من میگفتم اگه این چیزایی که میگم آره میدونی، چون وقتی میگفتم میخوام آسپیلدون بردارم بعد میخوام برم دانشگاه، همه میگفتن اینو نیاز داری. منم دیگه برنامه‌ریزی کرده بودم اینو بگیرم، مثلا من باید B2 می‌داشتم برای آسپیلدون گفتم آره استودیوم کالج می‌داشتم و اینا. یهو یه اتفاقی افتاد، من رفتم فقط امتحانش کردم آسپیلدون گرفتم بدون اون چیزایی که مثلا من فکر می‌کردم چیزی که تو ذهنم آره من باید یه سال برم استودیوم کالج B2 رو داشته باشم، اینو داشته باشم. دیدم اتفاق افتاد. ولی واقعا من اولش اصلا خوشحالش نبودم، با اینکه واقعا خوشحال بودم من یه درد اومده بودم بیرون، چون اون موقع اقامتم دچار مشکل بود، یعنی هنوزم هست. گفتن اگه آسپیلدون نداشته باشیم خطرناک میشه براتون موندن. آره بعد واقعا یعنی من خوشحال نبودم با اینکه من آسپیلدون رو داشتم. قبل از این اصلا B2 رو تموم کنم، چون اولین شرط آسپیلدون این بود که تو باید B2 داشته باشی، کمترین چیزش B2 باید سیو داشته باشی. ولی من اینجوری بودم گفتم آره اینجوری بود که قطع نشده باشه. نه یه نگاه کنم ببینم قطع یه ساعت شد. Seriously؟ از 30 دقیقه به یه ساعت 59 دقیقه. واو فیلم براتون باید به خدا فیلم اینجوری نبود. آره بعد من واقعا تا همین چند وقت پیشم من ناراحت بودم، اینجوری بودم که نه من B2 رو نداشتم چون این تیک نخورده بود. گفتم بعد یکی از دوستان گفت تو آسپیلدون داری B2 رو برای چی می‌خواستی؟ گفتم آسپیلدون. گفت تو آسپیلدون داری برای چی؟ گفتم نه من لیستم تیک نخورده. این چک لیستای ذهنی هم چیز جالبیه. با مرزی هم که اومده بود تو پادکست هم برلینه اون در آسپیلدون می‌گذرونه، بعد گفت انگار ما باید یه چک لیست داریم تو ذهنمون باید تیکاش بخوره. چرا ما اینطوریم؟ نمیدونم، منم همینم باشه. انگار یه الگویی که داره تو اون تکرار میشه باید تیکاش بخوره، یعنی حس کامل بودن نمی‌کنیم. این از پشت سرمونه. این از اینکه به ما گفتن تا این موقع باید این کارو کنی، ما اینو داریم. تو هر چیزی اینو جا میدیم. مثلا ما چک میخوایم بریم یه چیزی بگیریم، مثلا یه لیست می‌نویسیم میریم چیزای دیگه میگیریم، لیست رو نداریم، بعد احساس ناراحتی می‌کنیم. خب اینا رو که گرفتم مهم نیست برام. بابا تو به جای اینکه مثلا حالا مثلا یه مثال چیز بزنیم، مثلا نمیدونم حالا تو ایران اینا خیلی متفاوته، آناناس میگن از موز گرونتره یا از سیب. خب یارو میبینی آناناس میگیره ولی ناراحتیم که ما سیب نداریم. بابا آناناس شاید گرونتر بهتریه. مثال میزنم. بعد این برای من اینجوری بود که نه من چک لیستمو تیک نزدم، من حالم خوب نبود. و امسال با اینکه آسپیلدون داشتی ولی چون B2 نداشتی حالت خوب نبود. با اینکه رسیده بودی به اون هدف بالاییه داده بودم. خب جواب من مطمئن بودم قبول می‌کنم ولی جوابم دیر اومد. جوابم 2-3 ماه طول کشید چون اینجا کلا تصحیح طول. ولی من یه استرسی داشتم اگه قبول نشم، اگه این اتفاق بیفته، اگه اینجوری بشه، مثلا این فکره. به خاطر همین امسال ننوشتم، هیچ لیستی ننوشتم. امسال وقتی که مثلا همیشه یه روز 2 روز یه هفته قبلش می‌نوشتم اینو امسال انجام ننوشتم. امسال گفتم اون چیزایی که شروع کردم تموم می‌کنم. شاید چیزایی هم استارت بزنم ولی با جریان پیش میرم. ولی اینجوری فکر نمی‌کنم اگه اون لیست رو انجام ندادم من سالم بد گذشته. بعدم جالبه چون آپرا وینفری داره همین میگه، خیلی مجری معروفیه قطعا میشناسید. میگه من فقط قدم بعدیمو میبینم. من تا تهو نمیبینم. یعنی فقط بدون که your next step is the most important thing that you should do. یا مثلا فرض کن این ماشینی از فرانکفورت داره میره برلین. فقط مثلا تو شب داره میره. اون چراغه مثلا 100 متر جلو روشن میکنه. 100 متر میره دوباره 100 متر دیگه روشن میشه. ولی ما میخوایم تا ته راهو مثلا ببینیم. یه جاهایی به خودمون حق میدم. چون مثلا دیدی بعضی اوقات میپرسن دوست داری بدونی
100 سال دیگه زندگی چجوریه یا 10 سال دیگه زندگی چجوریه اینجوری و توی فکر میکنی. مثلا من بعضی اوقات میگفتم آره دوست دارم ببینم، چون اگه خوبه خوب همینجوری پیش میرم، اگه بده که تغییرش میدم. بعد یه جایی داشتم به این فیلم کردم اگه مثلا الان به دنیای الان یه تصویر بیارن، یه گوشی بیارن، 10 سال دیگه من نشون بدن بگن بعد من اون رو ببینم دنیا حتما یه جای خوبیه، حالا اون چیزایی که خواسته رسیده، الان اینو ببینم شاید مثلا بیخیال شم بگم نه ولش کن دیگه اونقدر تلاش نکنم، میبینم 10 سال دیگه اون آدمی نیستم که توی صفحه گوشی دیدم. میدونی چی بهت میگم؟ چون اگه تلاش نکنه اون نمیشه. نه ببین الان تو بهت یه صفحه برات میارم، هانیه 10 سال بعد نشون میدم. حالا من چیزی که از هانیه خودم میدونم یه چند تا مثال برات میزنم. من میگم هانیه اینجا تو این صفحه هانیه مطب زده، خونه گرفته، حالا ازدواج کرده، اینجوری و اینجوری و اینجوری. حتی اینو میبینی بعد دیگه خب خیالت راحت شده اون هانیه رو میرسی، خب 10 سال دیگه تو بهت نشون بدن دیگه. آره بعد الان اون تلاشایی که باید بکنی رو شاید نکنی، میگی خب هر دفعه میخوای یه چیزی بخونی میگی اون هانیه خب رسیده بهش، بعد میبینی 10 سال بعد شاید تو اون نباشی. آره دور از جونه. نه آره چون تو اون جایی که تو نمیدونی اون هانیه‌ای که 10 سال دیگه اونجا تو این فیلم دیدی چه مسیری طی کرده. چون اگه من از اون پرفکتر رو ببینم تلاشم شاید کم شه، ولی اگه بد ببینم شاید سریع تلاش کنم، مثلا بیشتر تلاش کنم. ناشناخته باعث تلاش میشه. آفرین. تلاش باعث میشه به اونجا برسی. باریکلا. ولی اگه من ببینم اون به همه چی رسیده دیگه ولش میکنم، این دنیا رو اصلا ول میکنم، میگم خب اون من خب میرسم آخرش. من مطمئنم 10 سال بعدم نشونم دادن. به خاطر همین یه سری اوقات میگم اوکی خوبه، یه چیز خوبه، یه سری اوقات میگم نه. بس برسیم به این بحث بکنم داره خیلی طولانی میشه. یه ساعت و نیم ما میگیم من دیگه فیلم دیگه. حالا ببینید. کامنت بذارید. هیچ کاره اکی بیاد خسته میگیم کمر بزن. خیلی فرصتی. مرسی. حالا این دیدگاهو ببین یه اتفاقی اولش بهت گفتم میخوام یه چیزی بگم که برای خودم اتفاق افتاد. من قبل از اینکه بیام پیش تو هی داشتم فکر می‌کردم اگه هانی ازم مثلا سوال بپرسه در راه آدم معمولی حرف بزنیم چی میگیم. تو فکرای خودم بودم و اینا از سر کار داشتم می‌اومدم، خیلی خسته‌ام بودم. یه اتفاقی افتاد، من اینقدر شوک این اتفاق شدم که اینقدر حالم بد شد و ناراحت شدم، مثلا به هم ریختم که من چیکار کردم. مثلا میگم هانی امروز قرار رو کنسل کنیم، من حالم خوب نیست. گرفتم خونه یه دوش گرفتم اومدم. حالا اتفاقی چی بود؟ من از اون پیاده شدم، بعد از چراغ قرمز رد شدم، اومدم بیام، بعد یکی حسایی تو گوشم بود، داشتم آهنگ گوش میدادم. حالا شانس من این دفعه داشتم خیلی بلند تو گوشم. بعد دیدم یکی گفت ببخشید بعد برگشتم این چولی گفت نه فارسی گفت ببخشید. بعد برگشتم یه آقایی رو دیدم. این آقا رو از چراغ پیاده شد، این آقا رو من میشناختم. من بعدم من میکنه اینا، بعد برگشت گفت که شما منو میشناسین؟ گفتم من داشتم فکر میکردم کجا دیدم و چه جور دیدم. بعد برگشتم گفتم که بله ما همدیگه تو کلاس سالسا دیدیم. سالسا که نه روید دکازینو میکس بود. بعد دیدم من کرد و اینا یهویی می‌خواست چیزی بگه نمیگفت. گفتم بفهمین چیزی شده. من یهویی دیدمش ترسیدم، گفتم شاید مثلا از معلم یه خبری داره، یه اتفاقی برای معلم. اصلا خیلی ترسیدم چون من این آدمو 3 بار دیدم، فکر نمی‌کنم 2 جمله ما با هم حرف زدیم یا 3 جمله، اصلا هیچی، فقط همدیگه رو دیدیم. مثلا تو 10 بار کلاس برگزار می‌کنی ورکشاپ، بعد اون آدم 10 بار میاد، تو دیدی دیگه. من فقط 3 بارم دیدم این آقا رو. بعد اصلا تعجب کردم این چرا باید الان به من بگه وایسا من میخوام با حرف بزنم یه چیزی بهت بگم. من و اینا. بعد یه آدم یه تایپ خیلی مثلا آرومیه، همیشه خیلی مثلا خیلی چیزی نمیگم، مثلا میگم اصلا ما با هم حرف نزدیم، من هیچ وقت نرفته بودم مثلا سلام کنم و اینا. دیدم این اصلا میخواد حرف بزنه، تعجب کرد. آخه برگشت گفت که خانم ببخشید من می‌خواستم یه چیزی به شما بگم. گفتم بفرمایید. دیدم برگشت گفت که آره من کلاس نیومدم اون دفعه ما که داشتیم تمرین می‌کردیم و اینا شما سر من داد زدی.
هانی تو من تو داد بزن. اصلا اینو که گفت یهویی وا رفتم، یعنی خودم یهویی چنان قرمز گفتم من ببخشید کی، چون من هیچ وقت یادم نمیاد من با این آقا حرف زده باشم. خب بعد دیدم برگشت گفت که آره شما داد زدین سر من، ما که داشتیم با هم دیگه تمرین میکردیم، آره دیگه من نتونستم بیام و اینا، خواستم اینا. بعد من شروع کردم ببخشید خواهش میکنم مثلا گفت به خاطر اینکه تو سرش داد زدی دیگه نرفته برقص. آره حالا وایسه اینجوری که گفت بعد من واقعا استرس کردم، گفتم که خدای من واقعا اینو گفتم دیگه، شروع کردم به عذرخواهی دیگه، ببخشید پشت سرم معذرت میخوام، من نمیدونستم، من کی مثلا من داشتم فقط فکر کنم من باید میرفتم 3 سال قبل تمام اون چیزا رو میآوردم میکس میکردم، داشتم میگشتم من کی سر این دادم 3 سال قبل بوده. آره من گفت من آخه فرانکفورت با تمام بزرگیش خیلی کوچیکه، من آقا رو همیشه مثلا توی اوبان اینا میدیدم، از دور میدیدم 3-4 بار مثلا همینجا دیدم، مثلا من خیلی اتفاق میفته یه سری آدم رو 10 بار در روز میبینم، با اینکه مثلا اینقدر همون میبینیم همدیگه دیگه میشناسیم، فقط اینجوری برمیگه. این آخر مثلا من 3-4 بار بعدش هم دیده بودم ولی همینجوری از دور. بعدم بعدش من خیلی شما دیده بودم مثلا اون 3-4 بار یه خواستم بگم نشده، الان دیدم تو گفتم بگم. برگشتم گفتم چی می‌خواستی بگم؟ گفت که شما سمنداز زدید من ناراحت شدم فلانی. حالا بذار تا اینو بعد اول درباره رقصه بگم. اسم این رقصه غویدو د کازینو. یعنی چی؟ غویدو یعنی روند، د کازینو در کازینو. این رقصه این چیزی که معلم من گفته، من اسپسیالش نیستم. من اینو یه ترم و نیم برداشتم، تقریبا میشه 7-8 ماه. 7-8 ماه هر ماه یه بار در هفته، نصفش هم پاوزه بود. مثلا من فکر کنم 15 جلسه من رفتم. این رقصه میگه قبلا کوبان کازینو داشتن، کازینو مثلا جایی بوده که بازی میکردن و میرقصیدن، لایو زنده داشتن تو کازینو. بعد مثلا موزیک میزدن، خیلی فرق میکنه تو کوبان و اون قسمت ها. بعد برگشت گفت که اونا گفتن ما که موزیک لایو داریم، همه میخوان برقصن، همه بلدن، بیاین گروهی برقصیم. مثلا این داستان این رقص است. بعد این رقصه اینطوریه که ما زن و مرد، تو میتونی زن و زن یا زن و مرد باید دوتایی باشین. آره تعدادتون یکسان، مثلا 15 تا مرد 15 تا زن، اینجوری اینا کاپلی میشن. بعد این یه دایره است، یه دایره با هم تشکیل میدیم، نه اینکه مثلا دایره کنار هم وایسین کاپل کنار هم اینجوری وایسین. آره ولی توی یه بیزی. بعد اینجوریه که زنها در جهت عقربه ساعت میچرخن، مردا در جهت عقربه خلف جهت اینجوری میچرخن. بعد همیشه یه راهنما وسطه، یه سری رقصا هستن، مووا هستن که حرکت‌ها هستن، اون داد میزنه میگه الان اسمشون واقعا یادم نمیاد، مثلا میگه فلانی رو برین، شروع میکنین اینو برین، شما انجام میدین دیگه، مثلا میچرخین. تقریبا مثل خیلی چیز رقص باحالی. بعد من اینو رفتم، من اینو دقیقاً اون موقع یادم دانشگاه تازه اومدم بودم آلمان، تقریبا 20 سال بود، میرفتم کلاس زبان دانشگاه، از طرف گوته مثلا رایگان بود. یهویی دیدم اونجا معلمم اون روز درباره حرف می‌زدیم چجور آلمانیمون بهتر کنیم. معلمم برگشت گفت که شما اینطوری میتونید بهتر کنین که با بقیه در ارتباط باشین، حرف بزنین، بریم کلاس، نمیدونم بریم کلاس آشپزی، بریم رقص. یا برگشت گفت اونجا میرقصن. آخه کلاس روبروی ما داشتن میرقصیدن، موزیک بود. رفتم گفتم من میتونم ثبت نام کنم، چون من کلا آدم رقاصی نیستم، مثلا چیزی بلد نیستم و اینا، چون ما رقصای خودمون رو داریم. بعد گفتم من میتونم بیام برقصم. دیدم گفت سالسا داریم و رودو د کازینو. بعد گفتم که اوکی، ما مثلا پنجشنبه بیا، ترم نصفش رفته، تو بیا ثبت نام، مثلا میتونی با معلم حرف بزنی قبول. آقا دیگه من رفتم اونجا، با دوستم هم رفتم، با بهشاد رفتم. مثلا خیلی باحال بود برام که مثلا میکس میرقصیم. دوبارم بهشاد فکر کنم اومد. بعد بهشاد من گفت من همیشه مثلا با بهشاد جایی میرفتم، مثلا اون کمکم میکرد به خاطر زبان اینا، دیگه نمیخواستم نرم. بهشاد گفت دنیا برو. گفت چون اگه بری هم سعی میکنی ارتباط داشته باشی، همین که زبان یاد میگیری، همین که من همیشه با تو نیستم. شاید مثلا من با سالسا کیف کردم، با رودو زیاد کیف نکردم، مثلا من برعکس. بعد این باعث شد مثلا من گفتم
باید بری تو جامعه حرف بزنی، چون بچهای اونجا همه دانشجو بودن، منم اینجوری بودم که بده برم که یاد بگیرم، چون واقعا زبان من تو اون یه سال خیلی خوب نشد. گفتم بده برم تو محیط، دیگه این تنها محیطی بود که من میشناختم. دیگه من رفتم، این آقا مثلا من ترم دوم این چیز بودم، این آقا اومد، این دوباره این چیزه. آره بعد این آقا اومده بود، ما دیگه من یادم یه بار اومد داخل کلاس دیگه همه چون تو پارتنرت هی عوض میشه، هر حرکتی میگه اینو حرکت میکنه، تو هی میری با به دیگه نشون میدی. آره مثلا تو میگه این تو انجام میدی، بعد بعدی رو با پارتنر بعدی میگی حرکت میکنی، هی میچرخی. آقا ما رقصیدیم و اینا، من تنها چیزی که من به این آقا گفتم، میگم من با این آقا فکرم 3 جمله هم حرف نزدم تو این 3-4 باری که اومد. یادمه یه بار ما داشتیم میرقصید با هم دیگه، این چون یه بار اومد، بعد 1 ماه نیومد، 1-2 ماه خیلی وقت بود ندیدمش، بعد دیگه اومد. این رقصه اینجوری بود، مشکل این رقصه اینه که تو مثل زبان یه 3-4 تا موومنت تو اسمم باید یادشون میگیری، باید حفظشون کنم. مثلا ما الان میگیم که نمیدونم گل میشه بلوم، مثلا مثل این دیدی ما یه سری جمله داریم، یه سری حروف داشت، حروف الفبا رو باید بلد میبودی، اون که میگفت تو انجام میدادی. اینو تنها جایی یاد میگیری که بیای و تمرین کنی، هر جلسه باشی. اگه 2 جلسه نباشی دیگه از دست رفته. اینا تو گروه که نمیذاشتن. دیگه این آقا یه بار اومد، بعد یه مدتی نیومد، همه رو دیگه یادت میره دیگه. بعد هر دفعه هم یکی رو کار میکردیم، دوباره قبلی‌ها رو با اون یکی میکس میکرد. دیگه این آقا نیومد و اینا، بعد اومد دوباره، نمیدونم من بعدش هم وقت دیدم، به خاطر همین میگم من نمیشناختمش اینا. بعد دیدم الان که اینو بهم گفت، یاد اون دفعه اومدم، تنها چیزی که من به این آقا گفتم، ما یه بار داشتیم میرقصیدیم، بعد آهنگ اینجا خیلی زیاده، موزیک خیلی لاوتره، اون خانم راهنما مجبور داد بزنه. خب من یادمه تنها جمله‌ای که من به این آقا گفتم، ما بهم گفت بریم حرکت بعدی. خب ما هم زبون بودیم، فکرم یه بار پرسید کرد کجای ما، گفتم اینا، گفتیم اوکی اینا. وقتی داشتیم میرقصیدیم، وقتی داشتیم حرکت می‌کردیم، گفت حرکت رو عوض کنیم. این آقا در جهت ما چرخید، جهت مثلا اون قرار در جهت عقب ساعت بره، اون برعکس اومد، اینجوری اومد. به خاطر همین این مشکل این رقصه اینه، 1 نفر اشتباه انجام کنه کل سیستم به هم میریزه. مثل یک گردنبند مرواریدی میمونه، یه مروارید نباشه کلا این مرواریدی به هم میریزه. یهویی این برعکس رفت، به هم ریخت. من یادم تو اون چیزه فقط بلند گفتم نگاه پاهای طرف مقابلت کن، نگاه پاهای مردا کن، نگاه پاهای ما نکن. تمام این مدت داشتم به این فکر میکردم، این جمله رو این آقاه فکر کنم من سرش داد زدم. ببین این دید معنا نگاه که از اونوری بره. آره چون تو ببین وقتی که داری میرقصی تو باید با اون جهت بری، تو میتونی نگاه من کنی و پشت دنبال اون بری یا درست برعکس. بعد تمام این مدتی که مثلا رفتم خونه فکر میکردم من چرا سرش داد زدم، بعد گفتم که ای خدای من به این گفتم نگاه پاهای اون مرده کن، چون صدای موزیکم بالا بود، من گفتم نگاه پاهای مرده کن. این فکر کرده که من سرش داد زدم. ببین هانیه وقتی این حرف رو بهم زد، اولی که تا خونه داشتم میمردم، دومی که انقدر حالم بد بود، مثلا برگشتم گفتم خدایا ببخش، مثلا ما بعضی اوقات حرفایی میزنیم که خودمون نمیدونیم، یکی خیلی مثلا یکی جدی میگیرش و فکر می‌کنم من سرش داد زدم. یعنی من اون لحظه گفتم خدایا شاید مثلا من خیلی حرفا رو میزنم تو روزمره که خودم نمیدونم یارو ناراحت میشه، شاید مثلا با دوستام شوخی میکنم ناراحت میشه. مثلا بهش گفتم آقا شما چرا همون لحظه به من نگفتی؟ دیدم هیچی نگفت من خواستم فقط به شما بگم که بدونید 3 سال پیش شما سر من داد زدی و من چقدر حساس. اصلا هانیه میخوام بگم دیدگاه آدم‌ها نسبت به یه موضوعی که اتفاق میفته خیلی فرق داره. خیلی فرق. حساسیت آدم‌ها فرق داره.
حساسیت آدم فرق میکنه. اون از دید خودش به نظرش من داد زدم. من از که تو بیای تو پادکست موضوع رو بگی خیلی جالبه که این بگم که من به یارو گفتم نگاه پاهای اون کن. نمیتونی نگاه پاهای من کنی. اصلا هم داد نه، چون اصلا اون لحظه انقدر sprachlos اصلا نمیتونستم حرف بزنم. به اون یارو نگفتم که ببین من گفتم تو نگاه مثلا پای مرده کنی. موقع موزیک بلند بوده. اگر من نمیخواستم داد بزنم، یارو ساکت نبوده من بگم چرا این کارو کردی؟ ولی اشتباه میتونه برداشت بشه. خاطر اون فیلترهای ذهنی که خود طرف داشته. یکی این که فیلتر ذهنی، یکی اینم که آدم‌ها شاید یه سری چیزا رو خیلی جدی بگیرن. و اینکه بعد من برگشتم بهش گفتم من اصلا بلد نبودم. منم مثل تو داشتم یاد میگم. چرا من فقط این جمله رو بهش گفتم ببخشید آقا من یه مدتی بود تموم شد رفت. من تعجب کردم شما به من گفتین الان. آره واقعا عجیب بوده بعد از سال. فقط میخوام به عنوان یه آدم معمولی بدونین، آدم معمولی این موضوع، این تیتل آدم معمولی گاهی اوقات یه سری اتفاقا براش میفته، یه چیزا میگه که یه شوخایی ایجاد میشه. گاهی اوقات تو با دوستت شوخی میکنی، شوخی زیاد میشه. گاهی اوقات یه دعوایی میکنی، مثلا دعوای خیلی جلو پیش میره. خواهش میکنم یاد بگیریم حرف بزنیم، همون لحظه بگیم. اون آقا حرف نمیزنن، یعنی اصلا دیگه میره عقب طرف. من خودم یه دوستی داشتم که دیگه یه همچین سوء تفاهم مدلی پیش اومد، دیگه حرف نزد طرف، دیگه سکوت. من چرا حرف نمیزنی؟ خب حرف بزن. شاید تو اشتباه باشم، من یه جایی اشتباه گفتم، شاید مثلا مدل همین شده که اون بعد 3 سال مثلا میاد اینطوری میگه. مکالمه کردن خیلی مهمه. این که داری میگی بیا حرف بزن طرف. مشکل کجاست؟ از چی ناراحت؟ از تون من ناراحت شدی؟ از لحن من؟ شاید شرایط اونطوری بوده. اصلا نه، من تعجب کردم واقعا. اینجوری بودم که مثلا یادم نبود اینو گفت. من تقریبا 40 دقیقه نیاز داشتم که بگردم ببینم من چرا این کارو کردم. و واقعا ناراحت شدم که از اینکه من به یه آدمی واقعا من اینو خیلی جدی گرفتم. من چرا به یه آدمی باید داد بدم؟ من واقعا خودم یه لحظه باور کردم. یه لحظه باور کردم من به یکی چیز کردم. آدم وقتی داریم حرف میزنیم دیدی من الان تون صدام 10 بار رفت بالا. آدم با هیجانات و یه چیزی که میخواد بگه تونش عوض میشه. ولی من آدمی که نمیشناسم اول 2 بار دیدمش، هیچ وقت باهاش حرف نزدم، نمیام سرش داد بزنم بگم تو اصلا از اینکه این آدم اینقدر زنزیبل و حساس بود تعجب کردم. میخوام بگم حرف بزنیم. ما آدمای معمولی میتونیم حرف بزنیم. ناراحت شدیم من میتونیم عذرخواهی کنیم. من الان عذرخواهی کردم، الانم میگم ببخشید آقا اگه شما شاید یه روزی اینو ببینی شرمنده. من نمیدونستم اشتباه از من بوده. الان شاید اون از دیدش بیاد توضیح بده، من بشم آدم بده. من بشم اون آدمی که چرا این کارو کرده. دو طرف داستانو بشه. آره اون دو طرف همیشه دو طرف داستانو داشته باشیم، قضاوت رو کم کنیم. بعدم راحت حرفمون بزنیم. به خدا نمیام بگیرن بکشم اونا. و یکی هم که میاد اعتراف میکنه میگه من این اشتباه فهمیدم، اینطوری بوده، شرایط اینطوری، اونم بپذیریم. نشونه ضعف اون آدم ندونیم که میاد صحبت میکنه. چون یه سری میگن خب کسی که حرف نزنه قویه. نه، قوی بودن به اینه که طرف جرأت اینو داشته باشه که بیاد حرف بزنه. من همیشه به دوستان میگم، یعنی این تریبون میگم چون تو این فرصت رو دادی به من بتونم اینو بگم. مثلا شاید خیلیای دیگه که من نمیشناسم اینو بشنون، خیلی‌ها میشنون. میخوام این تریبون بگم دلنیایی که الان تو صداشو میشنوی یا میبینیش، خواهش میکنم هر اتفاقی بود به من بگو. به این فکر نکن که تو رو درواسی قرار بگیری، یعنی که من ناراحت میشم، این که حس بدی بهم بگو تا من درستش کنم، عذرخواهی کنم و به توضیحشو بدم. چون من همیشه به رفیقام میگم اگه ما دوستیم، اگه میبینی خوشت نمیاد با من بگردی بهم بگو، نذار یه هوی برو من ناراحت شدم ندونم. یا اگه اینجا شوخی بدی کردم بگو، اگه اینجا یه چیزی شد بگو. چون به نظر من شوخی یک دعوای مسالمت آمیزه. چون شوخی میکنیم فکر میکنیم خب ممکنه شوخی دیدی یهویی وحشی بازی در میاریم و اینا. بعد شوخی اینجوریه که تو میگی من میگم، دوباره تو میگی بعد من میگم یه جای دیگه ببین یه جایی اینقدر میکسه. بعد ما داریم شوخی میکنیم تون بیشتر میشه و همیشه هم میگیم. مثلا من دیروز داشتم دوستم شوخی میکردم 3-4 بار فهمیدیم هر دوتامون خیلی زیاد گفتیم. ولی آخر بودم ببخشید حالا جدی نگیر. ولی خب ببین شوخیه، خب همون لحظه
همون لحظه اگه دربارش حرف بزنیم، الان من فکر نمی‌کنم دیروز دوستم من اینو گفته من دیگه باهاش حرف نمیزنم. ببین اگه همون لحظه از خودمون دفاع نکنیم و همون لحظه نگیم، بعداً حق نداریم بیایم بازخواست کنیم. یه چیز دیگه هم خیلی زیاد شده مثلا تو فضای مجازی، هی میان آدما رو میگن آدم سمیه فلان. افراد سمی رو چگونه بشناسیم؟ این یکم غیر علمی نیست. حالا نظر تو چیه؟ مثلا سم چیه؟ سم چیه؟ مثلا کسی که با ما حال نمی‌کنه آدم سمیه یا چیه دقیقاً؟ یه چیز بهت بگم، اصلا سم میگن چی؟ سم چیزیه که تو رو مریض میکنه، به ضرر میرسونه. اصلا آدم سمی داری مگه زهر من بخورم ببینم؟ اصلا من نفهمم حال نمی‌کنی. ببین سمی احساس میکنم، اینو میگم من واقعا دانشی ندارم دربارش. خب از دید من اینه که میگن اون آدم یه سری چیزا رو خیلی بد داره. همون میتونیم الان یه ذره با کلاس شده اون آدم بده رو میگیم آدم سمیه. خیلی یعنی واسه اینطوری اون سمیه، نمیگیم آدم بدیه، میگیم اون سمیه. بعد لیبل بدی داره. چون مثلا قبلا میگیم آدم بدیه. ولی اگه میگیم اون آدم سمیه، من یکی بگه این آدم سمیه و اون آدم بدیه، شاید سمت آدم سمیه نرم، سمت آدم بده برم. یعنی سمی یعنی درجهش خیلی شدیده. آره بار معنایش خیلی چون کلمه سنگینی. به نظر من هر چیزی ترند میشه رو استفاده نباید. هر چیزی سوشال مدیا یه دفعه باب میشه و اینا. به نظر من کلمات خیلی قدرت دارن و واقعا خدا همین میگم شوخی احد بگذره، ما واقعا حتی رفیقان حالا مثلا شاید خیلی جدی بگیریمش، کلمات باید مراقب باشیم یا اینکه دربارش حرف بزنیم. آره. چون شوخی هم لازمه دیگه توی دوستیه، ولی هم حرف زدن هست که بعدش مهمه. ببین همه چی جای خودش باشه، ولی آخرش که تموم شد اوکی ببین من اینو گفتم، ببخشید گفتم شوخی کردیم. شفافیت رو بیاریم. این شفافیت که نیست ابهام زیاد میمونه. خب بعد ببین من و تو الان حرف میزنیم، شاید من از 2 تا چیز اینجا خوشم نمیاد. خب الان فرصتشو دارم، حقشو دارم بگم. نمیتونم بعد 10 روز بیام بگم همه حالی اون لحظه. به پشت سر من بگیم مثلا از 2 نفر دیگه بگیم. چون هر دو تامون اولی که یادمون نمیاد، دومی که شاید اشتباه بوده. الان مثلا همین قضیه آقا به من که گفت من اصلا یادم نبود چه توی چیزی بوده. من بهش گفتم من یادم نمیاد توی چه موقعیتی بوده، وقتی فکر کردم یادم افتاد. خب اون آدم من بهش حق میدم حالا اینو اومده گفته، ولی واقعا بهش از یه لحاظی حق نمیدم بعد 3 سال بیاد به من بگه باید همون لحظه بهش گفتم چرا همون لحظه نگفتی؟ تویی که داری میشنوی با هیچ کسی با حتی عزیزترین کسیتم یه اتفاقی میفته، یه چیزی میشه، ناراحت میشه، همون لحظه بگو، تو اون حقو داری. ولی من به هیچ حقی نمیدم که بعد 10 روز بیاد یا 10 سال بگی اونو تو اونجا به من گفتی بهم برخورد، نباید میگفتی تا من برات شفافش میکردم. همونجا بیا بگو. آره به نظر من این دلخوریه، ناراحتیه از شفافیت کمه، از تار بودن است، از اینکه مثلا تو از دید خودت دیدی اونم از دید خودش دید، این کدورت پیش اومد. نه این اصلا شاید مثلا من به شوخی گفتم، به خاطر همینه من 90% اوقات از چت کردن بدم میاد. خیلی سوال چون اصلا تو لحن طرفو نمیدونی، تو خبری مینویسی اون نمیدونم سوالی میخونه، تو سوالی مینویسی اون عصبی میخونه. مثلا من 90% اوقات یا وایس میدم یا اینکه الان این چیز واتساپ بخصوص این ویدیو چیزا رو میگیرم که کامراتو فشار میدی مثلا دایره میشه اون میشه اونو میگیرم، چون تو وقتی چت مینویسی من 90% اوقات چون من یه ذره لهجه دارم، دوستام شاید نداشته باشن، بعد ما این تفاوت حس میشه. من یه چیزی می‌نویسم میگم منظورت چیه، بعد دوباره وایس میدم که آها منظورتون یا دوستم مینویسه. خب بعد من میگم تو منظورت چی بود، بعد اون وایس میگم آها مثلا ببین این اون ابهامه باعث شده ما ناراحت شیم. شفاف توضیح بده و بپرس که سریع میتونه خراب شه. به خدا میشه، من تجربه کردم خیلی درده چندین ساله میتونه خراب شه آدم چون حرف نزده توی موقع توی جای درستش. خیلی خوب بود. خیلی داستان جالبی بود اصلا که امروز اتفاق افتاد تو بیا اینو بگی چه موضوعی بود. چیز دیگه هست دنیا بخوای صحبت کنیم؟ چند ساعت حرف زدیم کنم یه ساعت و 24 میتونیم 6 دقیقه دیگه بریم. میشه 1 ساعت و نیم برش.
چیزی که بخوام بگم اولی که مرسی از دعوتت. مرسی که اومدی. دومی که مرسی از این که واقعا گوش میدی و تحلیل میکنی و به موقع با آدم فیدبکی میدی که واقعا آدم رو تغییر میده و آدم متوجه میشه اوکی من اونو داشتم به لطف هانیه اینو فهمیدم. و اینکه مرسی که این اتفاق افتاد که من حرف بزنم و این فکر میکنم این یخه یه ذره آب شد که آدم ها میتونه یه ذره متفاوت باشه. امیدوارم در آینده بتونیم دوباره حرف بزنیم موضوع جالبتر. این سری من میام پادکست تو بزنیم. آره مرسی. و امیدوارم که حالا قضاوت خاصی نباشه، کسی بهش بر نخورده باشه. ما خیلی نوتخال حرف زدیم، در خودمون حرف زدیم، هیچ شخص و موضوع خاصی هم نبود. امیدوارم که دوست داشته باشین، کامنت خوب دوست داریم و امیدوارم که با گوش باز گوشش بدیم و اینکه اینجا کسی ما این حرف زدنمون این نبود که ما میدونیم یا ما نمیدونم اطلاع، ما اصلا یه گفتگوی دوستانه بود که ما می‌خواستیم فقط ما ضبطش کردیم شعرش بکنیم. آفرین واقعا. چون نمیخوام اصلا یه احساسی بشه که اوکی ما بیشتر میدونیم. آره یا اینکه ما دیدگاهمون متفاوته یه چیزی دیگه. نه، این خیلی خیلی خنثی و خالصه و اینکه آره مرسی ازت. مرسی که اومدی، مرسی که انقدر صادقانه با خودت و با احساساتت کند و کاف کردی و اونا رو اومدی اشتراک گذاشتین. خیلی با ارزشه و خیلی خیلی من خیلی چیز تونستم یاد بگیرم و مرسی از شجاعتی که داری، مرسی از قدرت تکلمی که داری و همینطور محکم ادامه بده. قربونت برم. مرسی دمت گرم. قربونت. مرسی. پس تو از اون استوب کن. من بای بای. وای خوب بود اینو